5 دی ماه روز زایش مردی است که برگردن فرهنگ و هنر ایران، خاصه سینما و زبان فارسی، حق بزرگی دارد. او بهرام بیضایی است که امروز 86 ساله می شود. بزرگ مردی زاده تهران سال 17 و بالیده در دامن خانواده‌ای ادیب، برخاسته از دارالفنون و رسیده به دانشگاه تهران در سال 38. او همان آغاز کار دانشجوی آکادمیک و درس استادان را نیمه کار رها می کند و سخت کوشانه پا در راه دانش پژوهی می‌گذارد تا آنجا که در سال 48 در قامت استاد به دانشگاه تهران باز می‌گردد. بیضایی در همه این سالها پژوهشگر حوزه تئاتر، ادبیات و فرهنگ، استاد دانشگاه، نویسنده و کارگردان تئاتر و فیلم بوده است. او پس از انقلاب فرهنگی سال 60 از دانشگاه اخراج می‌شود، اما تا امروز از پژوهش، تئاتر، سینما و ادبیات دست نکشیده است، هرچند مجبور به ترک وطن شده باشد. بیضایی در